خیلی هنوز نمیدونن غیر از این که پلیس جریمه‌شون میکنه خدایی نکرده ممکنه دچار حادثه هم بشن. هنوز خیلی از راننده ها نمیدونن وقتی چراغای داخل صف کیلومتر روشن نمیشه معنیش اینه که خطرهای عقبم روشن نمیشه. اینا چون چراغای جلو روشن میشن فکر میکنن که چراغای عقبم روشنه. یه راهکار براتون آوردم، اگه تو مسافرت یا جایی همچین مشکلی براتون پیش اومد منت هیچ کیو نکشین، اصلا هم نگران نباشین، خودتون سه سوته حلش کنین. اولین گزینه دنبال کردن رو بزن که هم ما رو گم نکنی هم پستای بعدی رو از دست ندی. خب حالا ای بس کجاست؟ اول تو پرایدا اولین فیوز از پایین ببینید تایل نوشته شده. این فیوز واسه چراغ کوچیکاست. اینو چک می‌کنی. اگر این فیوز سوخته بود الان این سالمه. اگر فیوز سوخته بود که تعویض می‌کنی. اگه فیوز هم نداشتین میتونید از فیوز سیگار، این مال فندکیه، میتونید با این جابجا کنید. اما اگه فیوز سالم بود عیب از کیت خود دست راهنما میشه که طریقه تعمیرش رو تو پستای بعد میذارم. حالا ولی تو مسافرتی دسترسی به ابزار نداریم، وقت نداریم، یه جوری میخوام کارتو بندازم خیلی راحت‌تر و عالی‌تر. این فیوز سیگار که مال فندکی هم هست درش میارید، یه تیکه سیم با 2 تا دونه فیوز اینجوری سرهم میکنیم. اینو به این صورت تو کپشن دلیلش هم میگم، اینو اینجوری جا میزنیم. وقتی که اینو جا زدیم حالا اینجوری موقعی که سویچ رو باز کردی چراغای داخل صفم روشن میشه. راستی یادتون نره این پستم بفرست واسه هر کی دوستش داری که اونا هم استفاده کنن. عزت زیاد.